امروز اومدم با یه متد جدید کلا داستانو میخوام واسهتون تغییر بدم که واسهتون خسته کننده نباشه. هی میای میگه باسکت تاپ چیکار میکنه چیکار نمیکنه فلان اینا. امروز اومدم بگم درود به همه فارسی زبانان. امیدوارم هر جای این دنیا که هستین حال دلتون خوب باشه. از این به بعد هر سری سعی میکنم ویدیوهامو به یه شکل جدیدی باشه که شما هم حال کنید. امروز اومدم با لیدی ای. سلام. به درخواست شما عزیزان امروز اومدیم ریاکت بریم روی یک موزیک ویدیوی بسیار زیبا از یک خانوم بسیار زیبا و خوش صدا و خوش قد و قامت به نام خانوم مدینا با آهنگ افسوس. بدون معطلی بریم با هم دیگه موزیک ویدیو رو ببینیم. قبلش یاد باشه من یه ریاکت دیگه رفته دادم از خانم مدینا که آخر این ویدیو واسه لینکش رو میذارم، میتونی روش کلیک کنی ببینی و برای حمایت من لطفاً با دوستای دیگه‌تون به اشتراک بذارید. دمتون گرم. بریم. پوشش نوشته بود جشن عید. فکر کنم برنامه برای عید نوروزه. میتونه عید نوروز باشه یا چون مسلمان هستن دیگه عید قدیر. بچه ها تو کامنت ها واسه ما بنویسید که این آهنگ مال چه جشن چه عیدی هستش. من فکر میکنم عید نوروز باشه. بنویسید. دمتون گرم. بریم ادامه. نشد با هم یک جا شویم، نشد زبی دنیا شویم. لباس آبی خیلی به خانوما میاد. لباس آبی دفعه قبل گفتن لباس صورتی. سفیدم بود البته. سفیدم بود حالا شده آبی. من نمیدونم چند تا لباس رنگی باید بخرم. اصلا نمیاد به خانوما لباس آبی. بین دو ساحل تا ابد میشد با هم دریا شویم. یار ببری یار نشد، شادی به تکرار نشد، زندگی گلزار نشد، افسوس افسوس. یار ببری یار نشد، شادی بسیار نشد، دلدار غم خوار نشد، افسوس افسوس. زمانه تو بودی مهربانه، عزیزی جسم و جانه، ترانه خانه، فصل خزانه، رسیده ناگهانه، سوز فیغانه، عشق روانه، عشق روانه. صدای قشنگی داره خانوم مدینه. من اون آهنگ قبلش هم با همدیگه رفتیم، با همدیگه ریاکت رفتیم. آره که توش بچه ها همه نشون الیکسی خیلی توی این ریاکتی که رفته شده بیشتر تو چشم میاد از لیدی ای. یعنی خود الیکسی اگه باشه خیلی بیشتر ریاکت ها دیده میشه تا اینکه لیدی ای هم بخواد باشه. تو اون ویدیو دیگه بچه ها صداشون همه در اومده بود که فقط الیکسی سلطان ریاکت، سلطان بچه باحالا، سلطان با عشقا الیکسی. گه شب‌ها بی شب‌ها بودی، گه عطری گل‌ها بودی، تلخ و شیرین ناخوب و خوب، مثل خواب و رویا شوی. یار ببری یار نشد، شادی به تکرار نشد، زندگی گلزار نشد، افسوس افسوس. یار ببری یار نشد، شادی بسیار نشد، دلدار غم خوار نشد، افسوس افسوس. زمانه تو بودی مهربانه، عزیزی جسم و جانه، ترانه خانه، فصل خزانه، رسیده ناگهانه، سوز
به 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 بچه ها دارن میان همه وسط برقصن. گروه رقص دارن. چقدر لباس های زیبایی، بله. خانوم های زیبایی، باریکلا. حالا بریم رقصشون هم ببینیم، بریم چقدر هنرمندن تو رقص. اشک روانه اشک روانه منم بودم رقصم راه میفته، بنده خدا از موتور نرقصید، حالا یهو رفت تو رقص. یار ببری یار نشد شادی با تکرار نشد زندگی گلزار نشد افسوس افسوس یار ببری یار نشد شادی بسیار نشد دلدار غم خوار نشد افسوس افسوس زمانه تو بودی مهربانه عزیزی جسم و جانه ترانه خانه فصل خزانه رسیده ناگهانه سوز فیغانه اشک روانه اشک روانه من فکر میکنم این 3 تا خانومی هم که اومدن بالا به اصطلاح جز همون توی اون جشن باشن، مثلا رقاص مخصوص این داستان هست، چون فقط خیلی ساده معمولی مثلا خیلی بدتر از من مثلا، حالا من که حالا بلد نیستم. از داخل اون مهمانی مهمانی اومدن. که اونجا نشسته بودن اومدن بالا. ولی خب خانومای خیلی زیبایی بودن، چیز لباسای خیلی قشنگی داشتن این خانوما و همه. اوکی بریم ادامه رو ببینیم. باز هم یک موزیک ویدیوی بسیار زیبا از کشور عزیز تاجیکستان. صدای زیبای خانم مدینا با لباس آبی که بسیار بهشون می اومد و مثل همیشه خوش سیما، خوش صدا و همه چی عالی بودش. نظر شما چی بود؟ بله، از همه نظر خانم مدینه عالی هستن. چهره، لباس، اندام، کلا صدا، موزیکایی که انتخاب میکنن همش عالیه. دمتون گرم که تا آخر این موزیک ویدیو هم با ما همراه بودید. مرسی از انرژی مثبتی که داره بهمون میدین، مرسی از این همه مهر و محبت. دمتون گرم، دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.